سلام دوستان، به ویدیو ما خوش اومدید. امروز میخوایم یه آموزش خیلی خاص کاربردی بهتون بدیم. شما تا حالا براتون پیش آمده که برید توی فایلی مثل این فایل زیپ توی اندروید، بعدش وقتی میخواین ذخیره‌اش کنین یه اینجور چیزی ازتون رمز میخواد. حالا برای من چون از قبل ذخیره‌اش کردم رمز نمیخواد، اما اگه برای شما مثلا اولین بار باشه یه رمز ازتون میخواد. بریم که این آموزش کاربردی رو بهتون بدیم. اول از همه این که به برنامه وینزیپ نیاز دارید که اونو میتونید از گوگل پلی یا هر سایت و اپلیکیشنی دیگه ای دانلود کنید. واردش میشیم، بعد توی ویدیو، موزیک، عکس، هر چی میرم تو این یه ذره صبر میکنیم بخاطر که حافظه گوشی منم تقریبا پره و یه ذره طول میکشم. خب بعدی که باز شد توی فایل مورد نظرتون میرین، حالا مثلا این روش نگه میدارین، بعد این علامت کنار میزنین روش، بعدش این کریپ زیپ فایل میزنین، بعدش پسوردتون رو وارد میکنین، بعدش فایلتون ذخیره میشه که الان ذخیره شد. ذخیره شد. بعدش وارد اپلیکیشن مورد نظرتون میشین، تلگرام، روبیکا، ایتا فرق نداره. روی علامت کنار که زدین فایلو میزنین، صبر میکنیم که آپلود شه. هر وقت آپلود شد همونجوری که مشاهده کردین رمز روش میاد. اینم از ویدیو کاربردی، امیدوارم خوشتون بیاد. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. عشق منید. تا یک ویدیو دیگر، خدا نگهدار.